چی شد؟ سعادت عزیزова 30 августи соли 1951 дар шаҳри бостонии Панҷакент ба дунё омадааст. таҳсили мактабро бошад дар ноҳияи шаҳри Тус оғоз намуда, баъд дар ноҳияи Нуробод собиқ Камсамолобод давом дода, дар ноҳияи Данғара ба итмом расондааст. падараш корманди соҳаи ҳуқуқ Абдуқаҳҳор Азизовро бо тақозои вазифа чанд сол пас ба ҳар ноҳия мефиристоданд. барои ҳамин ҳам хоҳарону бародаронашро ҷои таваллуд гуногун аст. саодат аз айёми мактабхонааш дар маҳфилҳои адабӣ ва ҳунарӣ фаъолона ширкат меварзид. ҳар боре ки ҳунармандон аз душанбе ба ноҳия меомаданд, пеш аз ҳунарнамоии онҳо саодати хурдсолро ба саҳна мебароварданд. қарсак мезанем дӯстон. хушият навбатимо биё. инак дӯстон, ба саҳна хоҳарон хосият ва саодатро даъват менамоем. қарсак мезанем дӯстон. ҳамдами ширин сухан бин ки ба мо дар ватан ризқи фаровон диҳад, пахта аз ин пахтазор. ризқи фаровон диҳад, пахта аз ин пахтазор. ҳамдам ширин сухан бин ки ба мо дар ватан ризқи фаровон диҳад, пахта аз ин пахтазор. қиблагоҳаш дар тарбияи фарзандон сахтгир буданд ва таъкид менамуданд ки агар дарсҳоро хубу аъло хонанд, метавонанд дар маҳфилҳо низ иштирок намоянд. ин талаби падар барои фарзандон қонун буд. дар дили саодат меҳри беандозаи шеъру сурудхонӣ, рақсу ҳунарнамоӣ лона гузошта буд. михандад лола бар саҳро ба сони чеҳраи лайло. бигиряд абр бар гардун ба сони дидаи маҷнун. зи оби ҷӯй ҳар соат ҳаме бӯи гулоб ояд. дар ӯ шустаст пиндорӣ нигори ман рухи гулгун. Говорит мне бабушка, что мне доктора, я не заболела, просто я стара, просто очень старая, волосы седые, где-то потеряла я годы молодые,
где-то за далекими, за лесами темными, за водой глубокою, за горой высокою. Как туда добраться людям неизвестно. Говорю я бабушке, вспомни это место. Я туда поеду, поплыву, пойду. Годы молодые я твои найду. دختر جان کجا رفته ایستاده؟ رای خونه را گم کردم. رای خونتون رو گم کردی؟ ها. بیا ما میبریم بیا دختر جان بیا خونه من میرویم شب رو روز میکنیم سهر که شد رفته خونه شما رو میکوبیم نه من خونه خود ما میرم. به شوچه میرم. نه. فهمو مایلش خیر گذاشته شیم من هم کسی راغم میکنم خونه رو گفته میروم نه. اقرار نداری که خونتون در کجا؟ در لسخوس. لسخوس؟ کدوم لسخوس؟ گوش کن دختر جان خیلی بیا آبی ستیل رو ریز با ماشین سوار شم هر دو رفته یک جا خانه رو میکوبیم ما این آبای کیم کجا آوردم با برزمشن. نه. مایلش نریز ستیل رو گیر با ماشین سوار شم من رو دختر جان نه. خودم میبرم. دختر جان شاید خوبشیناس بشه معلش با کجایی که دلت میخواهد به همانجا حجرت‌هایت را سپر رحمت دادا جون. با وجود آن که پدر میخواست سعادت کسب او را پیشه کند ولی وی سال 1968 حجتهایش را به فاکولته نوتأسیس صنعت دانشکده آموزگاری شهر دوشنبه آن زمان به نام شفچنکو سپرد. 5 سال خوانش در شعبه اکتیار دراما و کینا دلش را نسبت به هنر تئاتر و کینا گرم نمود. سال 1973 پس از انجام کارهای دیپلمی اکثریت گروه آنها به تئاتر اکادمی دراماوی به نام ابوالقاسم لاهوتی به کار قبول شدند. خوشبختی سعادت حد و حدود نداشت. البته آخر او من بعد با استادان خود در صحنه هنرنمایی خواهد کرد. یکی از نقش‌های اولینی که به سعادت باور نموده سپاریده بودند این نقش ادیبه از نمایش انتخاب داماد حاجی صادق بود. نقش دیگری که سعادت با آن باوری کارگردانها را به هنرش جلب نمود نقش نظارت از نمایش خط را من نوشته بودمی فیض‌الله انصاری در تهیه استاد حاجی قل رحمت الله. این نقش برای سعادت شناسنامه خوب در فعالیت منبعثه گردید. مجرای قسمت او را سال 1977 به تئاتر مسحکه موسیقی شهر کولا برد. بزرگترین دستاورد ایجادی و روزگار شخصی سعادت در تئاتر کولا این محبت هنرمند معروف راوی و آوازخوان شناخته سلیم مقیموف بود. عشق است گنجی بی بها یک بار پیدا می شود چه چشمی مادر بیچاره شب زندگان با شرافت همکاری های پربار ایجادی سعادت و سلیم با همدیگر دل بسته ازدواج نمودند. اینک زندگی برای این جفت عاشق معنا و مضمون دیگر گرفت. اکنون سعادت در سلیم پشت و پناه توانا و سلیم در سیمای سعادت یک بانوی مصلحتگری مهربان را یافت.
ز دو چشمش و پیشن گشت ز دو چشمش. سال 1982 با دعوت شدن سلیم مقیموف به تئاتر به نام ابوالقاسم لاهوتی، تقدیر سعادت را باز به پایتخت کشور به تئاتر دولتی جوانان به نام محمود جان واحدوف آورد. سعادت توانست در تئاتر جوانان هم نقش‌های زیاد خاطرمان و پسند هواداران هنرش را آفرد. در عین جوش و خروش زندگی، برارهای پیهمی ایجادی، فاجعه مدهش رخ داد که پر و بال سعادت را شکست. تار عمر سلیم مقیموف، آن سلیمی که سعادت را چون گوهرک چشم محافظ بود، چون دوست و همسر مهربان، همیشه مصلحتگر و مصلحت شنو بود، به طور فاجعه‌ای کنده شد. سعادت با فرزندان خردسالش در یک حجره تنگ خوابگاه عمومی نوگ کلابه زندگی را که با سلیم نو یافته از پی جستجوی امید و آرمان‌های تحریزی شده بودند گم کرد. چند مدت پس از درگذشت سلیم، سعادت پسرچه تولد کرده برای پاس خاطر همسر عزیزش به او سلیم جان نام نهاد. سلیم ثانی یگانه قوت دل و تسلی بخش از همه شکست و نابسامانی ها بود. با مدد و کمک پدر و مادر و برادر و خواهران جگربندانش را به پای راست نمود. اکنون در برابر کار ایجادیش سعادت سعی می نمود که فرزندانش ثریا، بنیاد و سلیم نیز از دایره تعلیم و تربیه بیرون نمانند. پس از نمایش خانه‌سوزان فریش در تهیه فرخ قاسموف سال 1989 در تئاتر جوانان گویا ترکش به عمل آمد. در اثر این ترکش ایجادی، تئاتر آزمایشی جوانان و نورسان که بعداً اهارون نام گرفت سازمان داده شد. سعادت نیز به این گروه شامل شد. سالهای اول فعالیت تئاتر سعادت گرچند در کل نمایش ها بند باشد هم، اما نقش های طبع دل و به هنر خود موافق را اجرا نکرد. نهایت به سعادت میسر گردید که تنها سال 1999 در نمایش مرگ یزدیگرد بیضایی نقش زن آسیابان را که از نقش های اساسی محسوب می شود بازی نماید. تهیه‌گر نمایش قربانی صابر این نقش را به سعادت واگذاشته خطا نکرد. سعادت تشنگی ایجادیش را در اجرای این نقش شکست. محض همین نقش پهلوی نوی ایجادی او را نمایان نمود که در کارهای من بعدش استاکارانه استفاده برد. در فستیوال آزمون جمهوریوی تئاترهای کسبی پرستو 99 سعادت برای آفریدن این نقش صاحب جایزه بهترین نقش زنانه گردید. این سال برایش باز از آن خاطر فراموش نشونده بود که حکومت جمهوری او را با عنوان بلندی افتخاری هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان سزاوار دانست. همان سال سعادت با بال قوی تجربه و ملکه ایجادی باز بلانه آرمان‌های خود تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی پرواز نمود و اولین نقش آفریده‌اش بعد بازگشت نقش مهربانو عروس شونده اسماعیل سامانی از درامه شاه اسماعیل سامانی مهمانبختی در تهیه فرخ قاسموف بود. وقتی که کارگردان شناخته بهادر میرالی بیکوف نمایش ننگبردار خوجند مهمانبختی را سال 2004 روی کار گرفت، بشبه یکی از نقش‌های اساسی مغول خاتون همسر چغتای مغول را به عهده سعادت گذاشت. سعادت در برابر تئاتر در تلویزیون و سینما نیز فعالیت پربرکت دارد. کارگردان فیلم تلویزیونی در آرزوی پدر سید جان قادری سعادت را در نقش ینگه مهربان انتخاب نمود. نقش آفریده هنرمند مورد بهای بلند تماشاگران گردید. اکنون بعضی ها روی راست به او می گفتند چی زنی بیرحم و سنگدل بوده ای؟ بعد نمایش همین سری شیرفروش نخواست به من شیر دهد و اون خاطری که من پایفزاری وی کودک رو گرفتم. سعادت را در اولها این ساده‌لوحی آنها به غش می آمد، ولی بدتر و چنین ایرادها با تبسم و مهربانی جواب می داد که این نقش است.
و در قعر دلش خرسند می شد که از عهده آفریدن نقش برآمده است. مهرداد سعادت در فیلم های تلویزیونی پای در گل، مهدی، گمان، پیوند شکسته، گمگشته پیدا و غیره هنرنمایی نموده مخلصان و هوادارانش را با هنری والا و سلیقه بلند نقش آفریش به وجد آورده در شاهراه هنری سینما نیز پیرهی خود را استوار نمود. بعداً به دوش سعادت مسئولیت دیگر سازمان و تشکیل آثارخانه تئاتر را واگذاشته. کار را باید از صفر آغاز می نمود. یک کارساز و کامپیوتردان را به کار جلب نموده سراول از هنرمندان خواهش نمود که عکس‌های در بایگانی خود موجود بودهشان را برای نسخه‌گیری بیارند. اکثریت این اقدام را خیلی خوب پذیرفتند. با راهبریت کمیته صدا و سیمای تاجیکستان مصلحت نمود که باید درباره هنرمندانی که تحت کرسی تئاتر حرفه‌ای تاجیک را گذاشتند برنامه‌های سلسله‌ای آماده سازند. راهبریت را این مصلحت خوش آمد و از سعادت خواهش نمودند که این وظیفه پرمسئولیت را به عهده گیرد. سعادت از این خواهش روح بلند گردیده. درباره فعالیت هنرمندان توانای صحنه تاجیک که حالا در قید حیات نیستند مطالب را جمع آوری نموده از روی آن برنامه سلسله‌ای در مسیر یادها را به نوار گرفت. سعادت از کار و فعالیت هنرمندان امروز تئاتر تاجیک نیز یک برنامه با نام چهره تهیه می نماید که این هم یک نوع فضای آثارخانه تئاتر را پر کردن است. استاد خوشنظر میبلیوف سال 2009 یکی از نمایشنامه‌های مشهور گشته ادیب چین تسا آیوی رعد و برق را برای تهیه انتخاب نمود. به سعادت یکی از نقش‌های اساسی فن سپرده شد. سال 2000 با دستگیری و کمک بنیاد ساراس و حکومت ناحیه دنغره فستیوال استعدادهای نورس کبوتران صلح گذرانده شد. این فستیوال باعث شد که از بین هنرمندان جوان گروهی با استعدادتر را انتخاب نموده در دانشگاه صنعتی به نام میرزا ترسونزاده استودیوی اکتیاری ناحیه دنغره گشاده گردد و راهبری آن را به عهده سعادت عزیزوه واگذار نماید. در زمینه این استودیو تئاتر دولتی دراموی موسیقی شهرک دنغره تأسیس یافته به فعالیت آغاز نمود. در جاده آموزگاری ملکه کافی پیدا نمودنش را به انابت گرفته ریاست تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی تصمیم گرفت که در استودیوی نزد تئاتر او را به صفت آموزگار مهارت اکتیاری به کار گیرد. بعد ختم استودیو اکثر شاگردان حالا همراه استاد خود در صحنه تئاتر به نام ابوالقاسم لاهوتی هنرنمایی می‌کنند. موفقیت هر یک شاگرد را او موفقیت خود می‌حسابد و از این روح نو و الهام تازه می‌گیرد. سال 2006 حکومت جمهوری برای خدمت‌های شایان و فعالیت پرثمر ایجادی در ساحه فرهنگ سعادت عزیزوه را با عنوان فخری هنرپیشه خلقی تاجیکستان مشرف گرداند. این هنرمند پرکار و تجربه اندوخته مادر غمخوار و دلسوز 3 فرزند و مادر کلان 6 نبیره دوست رویک هر باری از کارخانه به منزل برگشتن از دیدار آنها در وجودش صفا و فرح لبریز می گردد. از شوق و ذوقشان بالی در روح گشته شکر هستی بخش بی همتا را می کند که آزمایش های زندگی را با همه پستی و بلندی برطرف نمود. خود در زندگی شخصیتی شد که پیراهی طی نموده‌اش می تواند برای پس آمدگان نمونه عبرت باشد. ولی او باوری دارد که پساوندانش قله‌های باز هم بلندتر و پربرکت‌تر و فتح خواهند نمود. این همه باشد تکان دهنده و الهام بخش در آفریدن نقش‌های تازه به تازه، کشف پیراهه‌های دیگری ایجادی، پیاده گردیدن کلی آرزو و آرمان‌های در دل پروریده ایجادکار اصیلند. Ходит наша бабушка, палочкой стуча. Говорю я бабушке, вызови врача. Выпьешь ты лекарства, будешь ты здорова. А если будет горько, ну что же тут такого? Ты потерпишь чуточку, а уедет врач. Мы с тобой на улице поиграем в мяч. Будем бегать, бабушка, прыгать высоко. Ну что же тут такого? Это так легко. Говорит мне бабушка, что мне доктора? Я не заболела, просто я стара.
просто очень старая, волосы седые, где-то потеряла я годы молодые. Где-то за далекими, за лесами темными, за водой глубокою, за горой высокою. Как туда добраться людям неизвестно. Говорю я бабушке, вспомни это место. Я туда поеду, поплыву, пойду. Годы молодые, я твои найду.